آقا کدوم مهمونی رو دیدین که شب ساعت 10 پیام بده ما شام داریم میایم اونجا و دلمون کباب تابعی میخواد، تو هم رود نشه بهشون بگی گوش شرخ کرده تمام کردم. هیچی دیگه، گوش شرخ کرده که نداشتم، اما خورد کنه دوقلوی راداکوره که داشتم. گوشتاری یخزادایی کردم و سپردم دست خودشو، ببین با چه بافتی تحویلم داد. پیازم سپردم دست خودشو، آبشو گرفتم و همراه ادویه و نمک به گوشت اضافه کردم و خوب برز دادم. کف تابه کمی روغن ریختم و گوشت رو پهن کردم. همزمان که دو طرف گوشتم سرخ میشد برنج رو هم آبکش کردم و گوجه‌های ورقی رو هم سرخ کردم. نصف برنجم و زعفرونی کردم و کف قالب پهن کردم، روش گوشت و سماق و گوجه‌ها رو گذاشتم و بعد بقیه برنج رو در آخر چند تیکه کره تا دم بکشه. با کمک سایز کوچیک خرد کنم یه ماست و خیار خیلی خوشمزه هم درست کردم. یه ساعت بعد میز شامم آماده بود. شما هم اگه همچین خرد کن پرقدرت و زبر و زرنگی میخواین، کافیه فقط به خودم پیام بدید. اینجاست که باید گفت مرسی راداکو.